دکامبر سال 2022 تخمینا ساعت 13:40 هنگام در حدود دیهای قزاق‌آباد نویه جلال‌الدین بلخی حرکت کردن راننده ماشین تمغه گاز 52 فیضوف پولاد سیف اللهویچ سال تولدش 1963 ساکن نویه بلخی از سمت مقابل موتورسیکل به رقم قید دولتی که تحت اداره نوبالغ پرمانوف عبدالرسول سال تولدش 2007 قرار داشت از عهده اداره موتورسیکل نبرآمده به این ماشین بارکش برخورده است. در نتیجه نوبالغ پرمانوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامونی با عریضه جوان 23 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 27 دکامبر سال 2022 تقریبا ساعت 19:03 هنگام در کوچه شستپال و پایتخت قرار داشتنش شخص نامعلوم از حیثیت افباشی به یگان اساس با او جنگ و جنجال نموده با کارد به قسمت چپ قفس سینه‌اش یک مرتبه زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 23 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزن به سلامتی دستگیر گردیده. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.